بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. امروز اتفاقی که در دنیا رخ داده و پیش آمده است بسیار میمون و مبارک است و این اتفاق یک اتفاق استثنایی است و کم نظیر در جهان اسلام و در دنیای غیر اسلام، غیر مسلمانان، که در تمام بلاد تا آنجایی که ما علم و اطلاع داریم همه جا امروز عید هست و یک عید بسیار بابرکت، مبارک و یک عید اتفاقی هست. چیزی که آرزوی هر مؤمن و هر مسلمان و هر انسان بیدار دل و ما امیدواریم که الله رب العزت در این روز برکاتش را و رحمت و خیرش را بر ما و بر همه مسلمانان، همه اهل روزه، بلکه همه جهانیان برکاتش را مضاعف بگردانه و چند برابر بگردانه. و امروز روزی همانطور که ویژه و استثنایی است، الله تعالی این روز را ویژه تر بگردانه، چون همه مسلمانان امروز به عیدگاه میرن، محل برگزاری نماز عید و نماز عید به جا میآورند و برگزار میکنند. رمضان امسال احساس ما آن است که رمضان خاصی بود و بسیار به راحتی رمضان روزه گرفته شد، الحمدلله، و بدون فشار، بدون مشکلات خاص رمضان امسال سپری شد و رمضان به پایان رسید. برکات در رمضان و رحمت و خیر در رمضان مشهود بود و احساس می شد و لحاظا اونایی که کسالت هم داشتن تقویت حاصل کردن در ماه رمضان
و مشکل نداشتند برای روزه. و این هم از رحمت پروردگار بود. باران رحمت که نیامده بود در رمضان آمد. دلیل دیگر این بود که این رمضان خاصی هست و رحمت پروردگار سرازیر، چرا که باران از رحمت خدا هست. آن هم بعد از خشکسالی و بعد از ناامیدی و بعد از پریشانی و نگرانی مردم و فشاری که بر حیوانات و چرنده ها و فرنده ها و دامه ها وارد بود، این رحمت پروردگار نشان عنایت ویژه خدا عز و جل و نظر لطف پروردگار بود. به هر حال عزیزان، رمضان شریف گذشت و یک رحمت بزرگی از سر ما رد شد و ما امیدواریم که بهره‌مند شده باشیم و از این رحمت استفاده کرده باشیم و الله به ما استفاده عنایت کنند و رمضان در حال رفته باشد که ما سهممون گرفته باشیم و سهم ما را الله به ما بده از ثواب روزها و از ثواب اعمال های شکسته ما و از ثواب لیلة القدر و از ثواب امروز و همه اینها نه به خاطر عمل کرده ما، بلکه همه اینها به خاطر فضل الهی و رحمت پروردگار. و الا ما کوتاهی داشتیم، ما حق رمضان ادا نکردیم، حق روزه از ما ادا نشد، ولی ما با فضل الهی و نظر لطف پروردگار و مهربانی خدا امیدواریم که الله بهره ما را از رمضان چند برابر داده باشه و با فضلش ما را مورد عنایت قرار داده است. ناامید از رحمت پروردگار نیستیم، ناامید اگر هستیم از عمل کرده خودمان و نه از عنایات الله تعالی و از فضل الله تعالی و از نظر لطف الله. عزیزان، دنیا امتحان هست. زندگی دنیا یک آزمایشه، آزمایش 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال الله بندگانش را آزمایش میکنه و امتحان میکند که چگونه عمل میکنند و با نفس آزمایش من کرده، نفس اماره به سو، نفسی که به گناه میکشه، با جاذبه های دنیا و کشش دنیا آزمایش میکنه که چه کسانی مغلوب میشن در مقابل نفس، چه کسانی شکست خوردن در مقابل دنیا و آزمایش میکنه در مقابل وساوس و مکرها و کیدای شیطان، تا چه کسی تحت تاثیر مکرهای شیطان قرار میگیرن و از شیطان مغلوب میشن. الله ما را به صورتهای مختلف آزمایش میکنه تا مقاومت ما را ببینه، تا صبر ما را ببینه، تا استقامت ما را ببینه، تا قربانی ما را ببینه، تا پای مردی ما را ببینه، تا همت ما را ببینه. چه اندازه این بنده صاحب همت، صاحب عزم و چه اندازه ای آدم سسته، چه اندازه ای آدم ناتوانه، چه اندازه ای آدم بلا تشبیه بیخوده و حرف میزنه، لاف میزنه و ادعا میکنه، اما نفس، حملات نفس و حملات شیطان و حملات زرقبر که دنیا و جاذبه دنیا او را مرعوب میکنه و لحاظا پشت نفس حرکت میکنه، پشت شیطان حرکت میکنه، دنبال او زرقبر که دنیا میره
و حکم خدا را و دستورات خدا را و فرمان خدا را ویل میکنه. این دنیا آزمایش و امتحان میکنه الله تعالی بندگانش را و نزد الله مشخصه که چه انسانایی هستند که فی روزان ما را آزمایش کرده با احکام زیباش، با نماز آزمایش کرده که این نماز یکی در وقت صبح که بام طلوع میکنه، وقتی که خواب سنگینه، عشای در گذشتهش مردم زود میخوابیدن، اون زمانی که قرآن نازل میشد عشا وقت خوابشان بود. الله آزمایش کرد که آیا اینا میخوابند، خواب ترجیح میده یا نمازا. مشروبات میخوردن، الله شراب حرام قرار داد تا آزمایش بکنه که اینا مشروب میخورن یا نه. بسیاری از چیزایی که مردم محبوب داشتن، محبوب مردم ها، مورد پسند مردم الله تعالی حرام قرار داد. تا ببینه مردم دنبال نفسن، دنبال هواهای نفسانیان، دنبال وساوس شیطانیان، یا برای مردم دستور خدا مهمه، فرمان الله مهمه، و لذا در مقابل فرمان خدا نفس زیر پا میگذارن، شیطان طرد میکنن، شیطان ناامید میکنن. الله تعالی بندگان را آزمایش کرده تا قیامت همین آزمایشه. الله تعالی محرم و نامحرم گذاشته است و الله میدانسته که یک زمان می آید که یک تبلیغات بزرگ به عنوان دوست دختر و پسر راه میفته و تمام اروپایی ها و امریکایی ها و غربی ها تحت تاثیرش قرار میگیرند، میپسندند. بسیاری از هوا فرستان دنیا، نفس فرستان دنیا، شیطان فرستان دنیا. ولهذا ما را الله آزمایش کرده به عنوان مسلمان و برای مسلمان حرام قرار داده، ممنوع قرار داده است ارتباط بالاخره زن و مرد بیگانه را به عنوان دوست. این خطرناکه و این به فساد سر میکشه، بسیار مشخصه و همه میدانند که این نتیجهش آخر چیه. کسی که الله تعالی به او زن حلال داده و ازدواج حلال در اختیار او گذاشته است، او بره دنبال نامحرم، دنبال دختران مردم، خواهران مردم، همسران مردم، مادران مردم. خودش مادر داره، خودش دختر داره، خودش همسر داره و با دیگران ارتباط برقرار کنه، رابطه دوستانه برقرار کنه. این رابطه از دیدگاه شرعی لعنت هست، این لعنت خدایه و این رابطه نعمت نیست. این خطرناکه، این به حیا لطمه وارد میکنه، به عفت لطمه وارد میکنه، به حیای جامعه لطمه وارد میکنه، مایه به عفتی میشه، مایه اختلاف زن و مرد میشه. وقت زن بدانه که شوهرش با زنان بیگه نه ارتباط داره، اعتمادش سلب میشه، مایوس میشه و ناراض میشه و ضربه میخوره در روحیه زنان. و همینطور اگر یک مرد بدانه که خدا نکرده زنش ارتباط با یک مرد بیگانه داره و رابطه دوستانه است، برای مردم قابل تحمل نیست. مردم نمیتونه این تحمل بکنه. در قانون خدا این احساسات در نظر گرفته شده است، اما در قانون اروپا، امریکا، غرب این قانون در نظر نیست. به زن آزادی دادن، به مرد آزادی دادن، به هر کسی ارتباط برقرار میکنه. هیچ کسی حق نداره جلوگیری بکنه. به زن حق داره به هر کسی ارتباط برقرار کنه و این قانون
شیرینه، زندگی زن و شوهر را به هم میزنه و زندگی را تلخ میکنه و زندگی را ناگوار میکنه و زندگی تبدیل میشه به جهنم و انسان ها بسیاری که خود را از بین میبرند و میکشند. همین مسائل، همین نوع مسائل سبب میشه. و لحاظ عزیزان من، این دین اسلامه و این قوانین اسلامان، قوانین این که بالا تصویب شدن، هیچ پارلمان اینا را تصویب نکرده، قانون گذار نگذاشته است. این قوانین رب العالمین، قوانین صاحب عرشان، قوانین وحیان که با وحی آمدن و بر ما لازمه که از وحی اتباع بکنیم. سعادت ما در امینه، سربلندی ما امینه. امروز بسیاری هست که ربا میخورن و میگن ما ربا برمیداریم و 10 تومن را به 15 تومن و 100 تومن را به 120 وام میدن، وام میگیرن، وام ربایی میگیرن و خیال میکنه که اشکال نداره با عقلشون، با فکرشون، در حالی که قرآن به صراحت میفرماید که آنان که ربا میگیرن اونها آمده جنگ با خدا و رسول باشن. جنگ الله تعالی با کسی که ربا میگیره. ربا سخت حرامه و از گناهایی است که کم نظیره در زشتی و در نزد الله تعالی، که الله میگن اعلام جنگ خدا و رسول را کرده با کسی که ربا خاره، ربا میگیره، رشوه میگیره، اخاذی میکنه، غیبت ها و دروغ و تهمت و اینها که عزیزان من میوه مجلس ما هستند و مردم اینا را حاضر نیستن به سادگی ترک کنن. ترس خدا در دل ها کم شده، فکر آخرت، فکر قبر عزیزان من کمه. امروز مردم به خیال مردن را ما مردم نداریم. کرونا آمده، آفت ها آمدن، ولی ما باور نداریم که میمیریم. یقینا ضعیف شده و اعتماد ضعیف شده است. فکر ملاقات پروردگار نیست، فکر حساب و کتاب قیامت نیست. چه جرم هایی که توی جامعه ما انجام میگیره، فساد موج میزنه، فساد چقدر زیاد شده، کاهل نمازی زیاده، زکات مردم صحیح ادا نمی کنن، حیله می کنن، بهانه می کنن، چیزی می دهند و چیزی نمی دهند، در حالی که این از فرمان اکید الله در رأس همه احکام الهی نماز قرار داره، زکات قرار داره. زکات باید دقیق حساب کنید، ریالش را حساب بکنید، تومنش را حساب بکنید، از زکات گریز نکنید، فرار نکنید. زکات پاکی مال شمایه، زکات پاکی اخلاق شمایه. شما از بخل نجات میگیرید، شما از حرص و طمع مال نجات میگیرید. نماز عزیزان من ملاقات شما با پروردگاره، همانطور که گفته میشه معراج مؤمنه. و زکات نماز اگر من و شما قضا بکنیم، چه چیزی از مسلمانی مانده؟ کدام قسمت مسلمانی باقی مانده که زکات داده نشه، اگر روزش گرفته نشه، اگر حجش را نریم، اگر من و شما احکام خدا را و دستورات خدا را انجام ندیم. عزیزان من، اسلام و تسلیم شدن من و شما در مقابل خدا به معنی چه میشه؟ اگر ربا خورده بشه، اگر رشوه خورده بشه، اگر غیبت ترک نشه، اگر دروغ و تهمت و اگر مردم آزاری، کلاه برداری، قسم های دروغین و انواع گناه ها، زنای و بسیاری از این ناهنجاریایی که در شهر ما و در منطقه و بلاد اسلامی هستند اعتیاد است، قتل هستند و خون ریزی های ناحقن، گروگانگیری و از این فدیده های زشتن، فدیده های بدن.
و اگر ما دست از این گناه مردم نکشن مسلمانی به معنی چی میشه؟ آیا اسلام من و شما را الله میپذیره با این گناه ها؟ آیا نجات میگیریم با این گناه ها و یا نه گرفتار میشیم الله من و شما را نجات عنایت کنه؟ امروز روز به روز گناه بیشتر میشه و فساد بیشتره، ماهواره‌ها کار میکنن، اینترنت کار میکنه، غربی ها هزینه سنگین میکنند و شرقی ها تا حیای مسلمان ها را بگیرن، تا غیرت مسلمان ها را بگیرن، تا فرهنگ های خودشون را غالب بکنن به فرهنگ اسلامی، تا ابوحت اسلام را و محبت اسلام را از دل ما کاهش بدن، به گناه ترغیب میدن، به گناه تشویق میکنن، گناه را تبلیغ میکنن. و لحاظ عزیزان من شیاطین جنی و انسی راه افتادن و شیاطین جنی و انسی هزینه میکنن، هزینه میلیارد دلاری میکنن و برای آنکه مسلمانان را این دین را از مسلمانان بگیرن. دین دشمن داره، دین مخالف داره. اشتباه فکر میکنه کسی که به آب دین چه کار دارن؟ نه، با دین کار دارن. اونها که هوا فرستن و دنبال خواهشات نفسانی میروند، مخالفن با حیا، مخالفن با عفت، مخالفانی که ایمان ندارن به الله تعالی مخالف ایمانن، مخالف دینن. الله می فرماید که اینا میخوان دین اسلام را با فف کردن از بین ببرن، بعد اینا میخوان نور خدا را با تبلیغاتشون از بین ببرن، اینا میخوان چراغ دین خدا را خاموش بکنن. و لحاظ این دشمنی همیشه است، دشمنی دینی سخترین دشمنیه. ما با کسی دشمنی نداریم ولی دنیا بالکن ما نیستن. روی این است عزیزان من که باید دینتون محکم بگیرید، دینتون مضبوط بگیرید. دین متضرر میشه، ایمان متضرر میشه از این گناه ها، از این فساد ها، از این معصیت، از این نافرمانی، از این ضایع کردن حقوق مردم، حق زن، حق فرزند، حق پدر و مادر، حق همسر و شوهر، همه حقوقن. اگر ما به این حقوق دستور الله داده، اگر ما کوتاهی بکنیم دین ما ضرر میکنه، اسلام ما متضرر میشه، ایمان ما متضرر میشه. ولهذا ما باید دین مضبوط بگیریم، دین محکم بگیریم عزیزان من. به خدا قسم دین نجات دنیای شما و آخرت شماست، دین شرف شماست در دنیا و آخرت، دین عزت شما در دنیا و آخرت. شما دین بگیرید محکم، شما در دنیا معزز میشید. امروز مسلمانان، چرا مسلمانان امروز در دنیا شکست خوردن؟ چرا مسلمانان دچار اختلافن؟ چرا کشورهای اسلامی و سران کشورهای اسلامی در دنیا بی تاثیرن؟ و برای اختلافی که دارن، برای آن که عزیزان من این مسلمانان به دین اهمیت قائل نیستن. روی این مسلمانان امروز در دنیا با ذلت و خاری مواجهند، با ناکامی مسلمانان امروز مواجهند. نمیتونه هیچ کاری از دست مسلمانان در عرصه های سیاسی و در عرصه های گوناگون بین المللی و جهانی مسلمان بی تاثیره، دچار اختلافه. چشمش به جای دیگری که ناجیه بیاید و ما را نجات بده و ما را به صلح و سازش بکشانه. خود مسلمان ها قدرت تصمیم گیری را ندارن. این نشانه آنه که الله از سران کشوران ناراضه، این نشانه آنه که خدا از مسلمانان ناراضه. و لحاظ از عمل کرد مسلمانان، از اخلاق مسلمانان، از اعتقاد مسلمانان، از رفتار مسلمانان. مسلمان محمدیه، مسلمان اهل قرآنه، مسلمان واقعیه. و لحاظ مسلمان در دنیا شرف داره، در دنیا عزت داره، در دنیا حرمت داره. روز مسلمانان حرف اول توی دنیا می زدن
اگر مسلمان امروز برگرده به راه همون مسلمانان صدر اسلام، به راه قرآن و سنت، مسلمان میتونه امروز هم حرف اولا بزنه. امروز مسلمانان در اون قدرت های وتو که میکنن مسلمان نقشه نداره، مسلمانان را تقسیم کردن و با هم درگیر کردن. ولی یک روزی باید مسلمانان داشته باشند که از حق وتو هم حق بالاتری داشته باشند، چون مسلمانان قدرت عظیمی هستند که تقسیم شدن و با هم درگیرن و اختلاف دارن. عزیزان این تمام برمیگرده به گناه، این تمام برمیگرده که ما هدایت قرآن ویل کردیم، از راه قرآن دور شدیم، از راه سنت دور شدیم، از راه راهنمایی یا نظرت دور شدیم و لحاظا راه نجات برای ما همینه که ما برگردیم به قرآن. شما مردم عزیزی که امروز اینجا تشریف آوردید، ما به این نتیجه رسیدیم سروران، به این جنبندی رسیدیم که من و شما دو کار اگر انجام بدیم انشالله میتوانیم من و شما پاکسازی بکنیم شهرمون از فساد، از گناه. چرا که گناهگار نه تنها خانه‌اش را آتش میده بلکه خانه من و شما را آتش میده. و لحاظا اولی همینه که من و شما امروز که اینجا رمضان هم توبه کردیم، امروز توبه دست جمعی از همه گناه بکنیم و گناه را ویل کنیم و تصمیم بگیریم و به الله تعالی عهد کنیم که نماز دیگه قضا نمی کنیم، دیگه زکاتمان را تکمیل ادا می کنیم و دیگه دستورات الله را انجام میدیم، دیگه گناه نمی کنیم. این گناه که بزرگان و خطرناکان و گناه کبیران مرا ترک میدیم، صغیره را هم ویل میکنیم و انشالله امروز اگر این توبه انجام بگیره رحمت خدا می آید و الله تعالی گناه های ما را مورد عفو قرار میده. امروز روز خاصه، فرشتگان آمدند اینجا سر راه، فرشتگان شما را تبریک میگویند و فرشتگان به شما آفرین میگویند و فرشتگان برای شما دعای خیر میکنند. توبه امروز غیر از توبه روزهای دیگر است. توبه بکنیم و انشالله تصمیم بگیریم که با نسلمون، با فرزندانمون، با اولاد و نوهایمون خدا را بندگی میکنیم، در نسلمون تلاش میکنیم و توصیه میکنیم که هدایت باقی بمانه، دین باقی بمانه، نام بزرگ خدا باقی بمانه، کلام خدا باقی بمانه و تابعداری حضرت رسول باقی بمانه. و دومی سروران گرامی، دومی اینه که همه ما امروز التزام بکنیم، بر خود لازم بگیریم. این جز وظیفه من و شمایه، جز وظیفه که الله تعالی به من و شما دادهانه که تلاش کنیم در جهت فساد زدایی، گناه زدایی، نافرمانی زدایی. من و شما برای گناه هایی که است، نانجاری هایی که است، کوتاهی هایی است، از علما گرفته تا ریش سفیدان گرفته تا پدران گرفته تا برادران و بزرگتر و خواهران بزرگتر گرفته تا کوچکتر، همه طیفا من و شما از حقوق دین دفاع کنیم و همه مردم راهنمایی کنیم که نماز قضا نکنن، مسجد برن نماز ادا کنن و زکات اموالشون بدن، روزه را بگیرن و دستور خدا را اجرا کنن. حقوق مردم از والدین مادر و پدر گرفته تا صله رحمی و قرابت و خویشاوندی و تا حقوق همه انسان که الله توصیه کرده، حقوق انسان نه تنها مسلمان، مسلمان و غیر مسلمان حقوق دارن، حقوق همه را رعایت کنیم. بله. ولهذا عزیزان من انشالله شما تصمیم بگیرید که این کار انجام بگیرید. دوستانی که آمدن دست بلند کنن، ماشاءالله
ماشاءالله شما اگر دین دفاع کنید، از احکام خدا دفاع کنید و فرایض خدا را انجام بدید، مطمئن باشید که انشاءالله شما را خدا درجه خواهد داد. از عذاب قبر نجات میگیرید، از سختی موت نجات میگیرید و روز قیامت خدا چهره درخشان به شما خواهد داد. ما منافع دیگر نداریم، منافع ما نجات من و شمایه، هدایت من و شمایه و منافع ما در این باشه که باید الله تعالی را راضی بکنیم. همه ما در فکر رضامندی الله باشیم. ما هم در خدمت شما این کوشش می کنیم و از علما می خواهیم، از توده مردم، از ریش سفیدان، از تحصیل گردگان و دانشگاه ما اون روز خوشحال خواهیم بود که در دانشگاه های ما نماز سحر برگزار بشه. اون روز خوشحال خواهیم بود که استاد دانشگاه ما سحر بیدار بشه، نماز بخونه، قرآن تلاوت بشه در دانشگاه های ما، در فرهنگیان ما همه متدین و دیندار و اهل نماز و اهل قرآن و صالح باشن هست الحمدلله. ولی ما میخوایم همه اینطور باشن و توی جامعه ما تحول این کرونا که آمده هم پیامش همینه عزیزان من. آفت آمده دلیل ناراضگی خدایه و عمل کرده ما سبب این کرونا ها و آفت هست. جمعوری امروز کمک هست برای مدرسه دارالعلوم زاهدان که یک مدرسه است که الحمدلله در خیلی از دنیا میشناسم مدرسه را، یک مدرسه جهانیه و تاثیرش هم الحمدلله جهانیه و یک مرکز ثقلی هست اینجا برای دین اسلام و اعتباری هست برای کل ایران و شهر شما و همه مدارس دینی که شما کمک کردید و کمک بکنید. خدا شما را جزای خیر بده. ولی این مدرسه مرکزی را توجه خاص قرار بدید و معمولا هر سال عید فطر جمعوری کمکی هست، کارتخان می آورن، چادر می آورن و این کمک کا انشاءالله زودتر جمع بکنید که ما خود را به نماز نزدیک بکنیم. توصیه گفتم مردم بکنید به بهداشت و نریختن نخاله ها در وسط شهر، عدم رها کردن آبها به خیابان ها، به موقع گذاشتن زباله ها در منازل و نریختن زباله ها و در شهر، کاشت درخت در منازل و درب منازل و نگهداری فضای سبز شهر خیلی توصیه های مهمی هستند و من و شما باید به سرسبزی شهر، به نظافت شهر، به تر و تمیزی این شهر کمک کنیم و کمک کنیم ماموران شهرداری را که زباله ها را جمع می کنم به موقع این زباله ها را بگذاریم، رها نکنیم آبها را توی خیابان ها و نخاله ها را در وسط شهر و کوچه و خیابان نریزیم و توسعه درخت بکاریم داخل و بیرون منزل و بنده شما را توصیه می کنم و تاکید می کنم به این مطلب. اینها نشان فرهنگ بالا هستند و اینها نشان به هر حال پیشرفتن توی دنیا این کار می کنند و لازم این انجام بدین. جزء تمدن هستند که مردم اینها را رعایت می کنند. بحث انتخابات امروزه مطرح است و من در این فاصله و چند جمله خدمت شما عرض کنم که ما توصیه من به مسئولان امر و دستاندرکاران که تنها چیزی که میتونه ماندگار باشه و به نفع همه باشه سیاست هست و دید وسیع و تحمل، مخصوصا کسانی که در رأس کار و مصدر کار هستند باید دید خیلی وسیع داشته باشند. لحظه رد صلاحیتات چه در شورا و چه در ریاست جمهوری چیزی خوشایندی نیست و
چیزی نیست که یک ایرانی خوشحال باشه. ایرانی که دور فکر میکنه و دید داره این نمیپسنده. و روی این ما باید دایره را وسیع بگذاریم و حلقه دایره من را تنگ نکنیم، بگذاریم افراد با نظرات مختلف و سلایق مختلف وارد ریاست جمهوری بشن، ثبت نام بکنن، ملت اختیار بدیم که چه کسی را انتخاب میکنن. همون کاری که توی کشورهای توسعه یافته بالاترین توسعه در دین اسلام موجوده و دین اسلام دینی است که آزادی میده و دین اسلام دینی است که نظرش به دربر گرفته از نظر پروردگار هست که نظر بسیار وسیعی است. مناسب هست که اجازه بدن از هر طیف و هر کس ثبت نام بکنن. حالا هر کسی که شایستگی نداره ما نمیگیم که بالاخره او را هم بگذارن، ولی شایستگان توانمندان که توانایی دارن و بالاخره علم دارن و تدبیر دارن و مدیریت دارن و سلیقه های مختلفن از جناهای مختلفن. انتخابات را جناحی نکنید، انتخابات را عام بگذارید، وسیع بگذارید. مردم خوب میدانن که چه کسی را انتخاب بکنن. مردم ایران از ما جلوتر هستند و بهتر تشخیص میدن چه کسی به صلاح مملکت به خیر مملکت هست و لحاظا در شورای شهر هم این کار بشه. رد گسترده خوشایند نیست و این ضرر میکنیم ما به ضرر مملکت و به نظر ضرر حاکمیت میتونه باشه و نظام اصل نظام. لحاظا مردم آزاد بگذارید و بله مسئولیت به اندازه گردن انتخاب کنندگان که چه طیفی را و چه افرادی را این انتخاب میکنن. یک توصیه امام بود. دومی اینه که حالا ما بعد از 42 سال حالا متاسفانه ریزش خیلی داشتیم این سالها، چرا که ناراضگی در مردم همه طیفه مردم شیعه و سنی و ملت ایران زیاد شده، برای اینکه مردم گرفتار فقران و گرفتار تنگ دستیان، پولشون از ارزش افتاده و یک روز بوده مزودی که میلیون پولی بود ولی علا با این شرایط متاسفانه این پول از اعتبار افتاده و مردم بسیار پریشانند. بیکاری و تورم و انواع مشکلات بحران اقتصادی که نتوانستن صحیح مدیریت کنند و فساد و اختلاس هم تو مملکت زیادگاه. رقم های نجومی میشنویم که آغاز بیت المال خزانه دولت اختلاس شده است و لحاظا این چیزی خوشایندی نیست. چرا نتوانستن صحیح اداره کنن و کنترل کنن و بالاخره چرا این مشکلات در ممالک دیگه کمتره و چرا در مملکت ما این همه اختلاس و بیت المال به تاراج بره که حق همه عموم مردمه و افراد بالاخره که ما به ظاهر خود را مسلمان جلوه میدن و پرهیزگار و متقی در صفحه اول نماز و رفع مایی و بعد شطور به بار میبرن و لحاظا این حق ما هست، حق بنده و حق مردم به عنوان شهروندان ایران که گله کنیم از این مسئولان و انتقاد کنیم از مسئولان امر که این اختلاس ها و فساد این خطرناک مملکت از پا در آورده و مملکت بدبختی آورده برای مملکت. چرا نتوانسته این صحیح کنترل کنند و امانت و بیت المال را حفظ کنند و لحاظا این مشکلات
در کل ناراضگی به بر آورده. اهل سنت هم ناراضگیش آنه که اهل سنت همه شهروندان ایرانی هستند، همه ما ایرانیم، در برابر قانون برابریم. قانون یک استثناء کرده که گفته رئیس جمهور اهل سنت نمیتونه باشه، ولی نگفته وزیر، نگفته معاون رئیس جمهور، نگفته که در این قدرت های دیگر مراکز تصمیم گیری غیر از مجلس که تعداد اهل سنت هست اهل سنت نباشه. و اهل سنت که نگذاشتید شما، این سلیقه‌ای عمل شده است و زیر فشار افراد قرار گرفتید که تندرو هستند و تندروها نگاهشون برای جمهوری اسلامی زیان آوره، برای مملکت مایه تباهیه. و اجرای عدالت اهل سنت از شما هیچی نمیخواهند، خواهان اجرای عدالت، برادریان. شما عدالت تا اجرا کنید، عدالت تا اجرا بکنید. ما هیچ گلایه از شما نداریم. ایران مال همه ایرانیانه. ما قبول نداریم که ایران مال یک کشوری باشه، یک طایفه باشه. بله، ایران مال همه است. آقا عقل میگه، آقا عرف میگه و آقا شرع میگه. ما اون چیزی را مطرح میکنیم که قانونی باشه، قانون بگه، عرف بگه، شریعت بگه. و اینها نه در تبعیض، نه در اسلام جایگاه داره، نه در عرف جایگاه داره، نه در قانون جایگاه داره. و شما تبعیض را از اهل سنت بردارید. این حق ماست. حالا انتخابات ریاست جمهوریه و شما میخواهید که ما از حتی برادران شیعه هم جلوتر باشیم. نمیشه اینطور. شما باید اول تبعیض را از سر ما بردارید. شما ملت ایران، کل ملت ایران دلشون را به دست بیاورید، تغییرات ایجاد کنید، تحولات ایجاد کنید و وعده به حق تحولات بدید. و شما آزادی مذهبی را برای اهل سنت در همه جای ایران تامین کنید. ما باید آزادی داشته باشیم در مذهب و لحاظا شما از ما انتظار داشته باشید که ما کاسه از آش داختر بشه، هم انتظار شما را قبول میکنیم. ولی به این صورت که چند سال ما بالاخره تلاش کردیم و انتخابات داغ کردیم، اهل سنت داغش کردن، اما بعد که عزیزان فیروز شدن دیگه نگاه به اهل سنت نکردن، خواسته های اهل سنت برآوردن نکردن، پیگیری ها را جواب خوب ندادن. لحظه توی روحیه ما را ضعیف کردن جامعه اهل سنت و لحاظا این لازمه ایش آنه که یک تغییرات باید ایجاد بشه. دست چه کسی هست و کیان که اهل سنت قانون اجازه میده، ولی اونایی که از قانون بالاتر خود را میدونن و اعمال سلیقه و قدرت میکنن و جلو میگیرن، آیا ارگانن، نهادن، شخصیتن؟ شما باید اینها را از اینها مسئله ما را حل کنید که مسئله ما حل باشه. مسئله جامعه اهل سنت از بالاترین مسائل ایرانه. امروز در کشور ما الحمدلله جمهوری اسلامیه، حکومت به نام اسلامه، ولی در واقع بالاخره حکومت برادران شیعه ما هست. علمای شیعه در راسن، علمای اهل سنت اگر ما در راس بودیم ما میدونستیم چگونه عمل بکنیم. به خدا قسم ما برادران شیعه را چنان راضی میکردیم که همه جا دعاگوی ما میشدن، ولی امروز در دست علمای شیعه در راسن. بنده در راس نیستم، علمای سنی هیچ نقش ندارن. شما در دستتون میمانید تو تاریخ انقلابی که رهبر بزرگ انقلاب کردن و امروز
که قیادت انقلاب هست و علماء شیعه در راسن، این میمانه در تاریخ ایران میمانه. و لحاظا شما یک تاریخ درخشان بگذارید برای ایران اسلامی و برای علماء شیعه و برای نظامی که در راسش بیشتر شیعه هستند. عزیزان شیعه همه برادر ما هستند، ما از حقوق شیعه دفاع میکنیم و ما در کنار شیعه برای تمامیت ارضی جنگیدیم و ما برادریم. هیچ وقت ما راضی به اختلاف نیستیم و تفرقه را ملامت میکنیم، همه جا دنبال امت واحده ایم. و لحاظا شما به نحو رفتار بکنید که ما به هر حال خوشحال باشیم، اهل سنت بیشتر دعاگو باشن و اهل سنت بیشتر توی سطح دنیا حساب بکنن و تمام دنیا میبینه من و شما را و همه دنیا قضاوت خوب بکنن. الله تعالی توفیق عنایت کنه. جا داره محکوم بکنم من حکومت دولت اسرائیل را به خاطر حمله های اخیری که بر فلسطینیان کرده و قتل عام فلسطینی و زدن اونا توی مسجد اقصی که برای عبادت آمده، و این ما امیدواریم که جامعه جهانی به این حمله داد و نشانه پایان بده و مسئله فلسطین و مسئله اسرائیل را جامعه جهانی بشینه و اینها را با هم اینها را کنار هم قرار بدن و عادلانه حل بکنن و مردم فلسطین به خواسته های حقشون که یک حکومت مستقل برسن و سرزمین های اونا به خودشون برگرده.